سلام عزیزان، دل خوش آمدین در یک ویدیو دیگه از ما. امروز قراره که یک پیزای خانگی خیلی خوشمزه پخته کنم. اول خمیر پیزا را آمادنی، یک گلاس آب ویلرم، نمک به قدر ضرورت، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری و خمیر مایه و 3 گلاس آرد اضافه مونی. آرد را خوب مخلوط مونی. خمیر باید قسمی آماده شنه که دیگه در دست نچسبه. یال خمیر از مو آماده شد و کف این کاسه را با روغن زیتون چرب مونی. خمیر را حدود 1 الی 2 ساعت در جای گرم قرار میده که تا استراحت کنه. یالی همون موادی که قراره که ما در سر پیزا اضافه کنم آماده نم. به می شکلی سینه مرغ را بریش میدیم. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون در قابل ما اضافه کردم و یک دانه سیر رنده شده را با روغن کمی سرخ مونیم. سینه مرغ را سر روغن اضافه مونیم و با روغن تفت میدیم. نمک، زردچوبه و پودر کاری را اضافه نیم و متو با سینه مرغ تفت میدیم. قارچارم به این شکلی بریش میدیم. سینه مرغ سرخ شده و از قابل من میکشیم. در روغنی که باقی مانده قارچار اضافه نی، کمی نمک و آب لیمو اضافه نی تا قارچار سیاه نشه. مواد پیزا بستگی به ذائقه ها داره که من از قارچ، سینه مرغ، دلمه و پیاز استفاده کردم. یک دانه دلمه را به صورت نگینی خورد مونم و یک دانه پیاز را به صورت حلقه‌ای خورد مونم. یال خمیر پیزا آماده شده. خمیر را به 2 قسمت تقسیم کردم و 2 دانه زغال شجور کردم. روی قالب را چرب کردم و خمیر را با دستای خمیتو باز کردم. یالی سس گوجه فرنگی در روی خمیر اضافه نی و با یک بریز سس را تمام جای خمیر پخش مونیم. یک لایه پنیر پیزا بر روی خمیر اضافه نیم. سینه مرغ، قارچ، دلمه و پیاز را اضافه مونیم و در اخیر باز هم کمی از پنیر پیزا بر روی مواد اضافه مونیم. به این فیر که قبل از قبل گرم شده به حرارت 200 درجه 10 الی 15 دقیقه قرار میدیم. این هم از پیزای خوشمزه از ما بعد از پخت به این شکلی بریش میدیم و نوش جان مونی. واقعا خیلی خوشمزه شده.